همصحبت پایگاه خبری بامداد از شهر خورخ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که روز 23 مای سال 2022 نزدیکی های نماز عصر در محله برخورخ محمد باقرов معروف به باقر یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خاک سپاریدند. همراه باقر همچنین یکی از یاران او به نام سینا و ساکن محله با برخورخ همسایه باین با نام خورشید را هم دفن کردند. به گفته ساکنان در مراسم دفن لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و یاران او تنها ساکنان محله برخورخ و محله همسایه اوپده توانستند اشتراک کنند. ساکنان دیگر محله‌های خورخ و همین طور از ناحیه‌های دیگر ولایت به دلیل از 16 مای در موضع چینک بسته بودن راه برخورخ نتوانستند در این مراسم اشتراک کنند. روز 24 مای ساکنان برخورخ و اوپده به یاد کشته شده ها مراسم چراغ روشن دایر کرده ایستادند. این یک مراسم رایج در بین اسماعیلی های بدخشان است که بعد در گذشت نزدیکانشان گردی هم میآیند و به یاد رفتگان مدا و دعا میخوانند. مدا یک نوع ترانه‌خوانی مذهبی است. نقل کرد یکی از همصحبتان بامداد از خورخ روز 24 مای در ولایت مختار کوهستان بدخشان هر سال همچون روز نور با شکوه جشن گرفته میشد. این عید به شرف اولین بازدید پیشوای اسماعیلی های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم از این ولایت مختار است که 24 مای سال 1995 صورت گرفته بود، ولی به گفته ساکنان امسال بخشیده به روز نور مراسم های بزرگ در نظر گرفته نشده است، چون که مردم در ماتم کشته شده های حوادث اخیر نشستند.